با درود به تمام بزرگوارانی که بنده رو میبینن و سپاس از مهر شما. درباره ارتباط میان اید و ایگو و رابطه اون با روان نژندی این گفتار رو به پایان خواهیم رساند. یک مطلب بسیار مهمی که وجود دارد این است که ما وقتی اید و ایگو رو بررسی میکنیم درک میکنیم که اونها یک وضعیت دوگانه غریبی دارن. مثلا گفته بودیم که اید همیشه شرایطی دارد و اینکه اید غیر منطقی اصولا خواسته هایش را پیگیری میکند. یعنی اید نمیداند که خواسته او یا نمیخواهد بداند یا اصولا در ذات اید نیست که خواسته خودش رو طوری اعلام بکند که مثلا منطقی باشد، یعنی به واقعیت کاری ندارد. اید اصولا خواسته هایی را پیگیری میکند که از نظر منطقی ارزیابی نشدن. یعنی اید یک خواسته دارد، چندین خواسته دارد، در موارد مختلف خواسته هایی بیان می کند که غیر منطقی هستند در بسیاری موارد، در موارد دیگر هم منطقی می توانند باشند. اما اید آگاهی از این ندارد که اون خواسته هش یا نمی خواهد از اصولا بداند که این خواسته منطقی است یا غیر منطقی است، بنابراین خواسته رو بیان می کند. وقتی خواسته رو بیان می کند، ایگو دقیقاً کارش این است که ببیند این خواسته منطقی است یا غیر منطقی است. حالا ایگو در حالت عادی و در مواقعی که ذهن آگاه است، در نزد کسانی که روان درستی دارند یا درست روان به آنها میگوییم، به دنبال این است که واقعیت چیست و این خواسته منطقی است یا منطقی نیست. بنابراین اید خواسته رو بیان می کند، ایگو به دنبال آن است که این خواسته منطقی است یا منطقی نیست. خب در موارد بسیاری که ما اونها رو روان نژند، جامعه روان نژندان رو بررسی می کنیم و کسانی که روان نژند هستند، ایگو خواسته رو پیگیری می کند و برای خواسته های غیر منطقی اید راه های منطقی پیدا می کند. البته در نزد روان نژندها این دو مثل داستان معروف پینوکیو، گربه نره و روباه مکار هستند. یعنی یک خواسته های غیر منطقی را می گوید، ایگو هم اون خواسته های غیر منطقی را منطقی جلوه می دهد یا دنبال راههایی میگردد که منطقی به نظر برسند، نه اینکه واقعا به اید بگوید این خواسته تو درست است یا غلط است. بنابراین و در ادامه این همکاری در موارد بسیاری اینها خرابکاری میکنند. یه مثال میزنم. مثلا شما میخواهید به یک مهمانی بروید، اونجا میخواهید که یک پرنسس، یک شاهزاده به نظر برسید. اینو اید از شما میخواد. خب این منطقی نیست چون شما شاهزاده نیستید، بنابراین این خواسته منطقی نیست و یک ذهن آگاه به اید میگوید که این خواسته منطقی نیست، بنابراین این رو منصرف شد. اما در یک ذهن روان نژند، ایگو به دنبال راههایی میگردد که شما را در آن مجلس، در آن مهمانی یک پرنسس به نمایش بگذارد. در پایان روز، در end of the day به قول معروف، خرابکاری بار می آید و شما پرنسس به نظر نمی رسید و خراب می شود همه چیز. اونجا ایگو مسئولیت به گردن نمی گیرد و به اید نمی گوید بله تو خواستت منطقی بود، من نتوانستم اجرا کنم. ایگو راههایی رو به شما پیشنهاد می کند اما مسئولیت هم به گردن نمیگیرد. بنابراین وقتی همه چیز خراب می شود، شما یک فرد ابله به نظر می رسید، یک فرد دارای روان نژندی به نظر می رسید، یک
یک فرد کج ذهن به نظر میرسید. اینجاست که ما میگوییم کج ذهنی. کج ذهنی یعنی چی؟ یعنی ایگویی که خواسته های غیر منطقی و غیر عقلانی و خواسته های کودکانه، خواسته های غلط اید رو در راهشون تلاش میکنند و میخواد اونا رو منطقی به نظر برسوند، اما در پایان کار همه چیز خراب میشود و ایگو هم به گردن نمیگیرد و اون شخص کج ذهنی به نظر میرسد. خب در برخی موارد خواسته های اید خطرناک هستند برای جامعه. ایگو هم در منطقی جلوه دادن آن خواسته های خطرناک پیش می رود و فاجعه رخ می دهد. اونجا تبعات بسیار خطرناکی برای خود شخص و برای جامعه دارد. بعد کسانی که اونها رو می بینن میان مثلا به ما میگن که من از این شخص چه فکری می کرد؟ چه ذهنی داره؟ ذهن اون اصولا چه فکری میکنه؟ با خودش چی فکر میکرد؟ با خودش چی میگفت؟ چرا اینجوری کرد؟ چرا این فکر رو انجام؟ چرا این کار رو انجام داد؟ چرا این فاجعه؟ با ما در مورد افراد کج ذهن از ذهن و فهم و شعور و آگاهی صحبت نکنید. کج ذهن و شعور و آگاهی ندارد. اصولا این کار عبثی است که شما میگویید با خودش چه فکر. بله فریبکار هستند اینها، بسیار باهوش هستند به نظر میرسند برخی کارهایشان. در ایگو ویژگیش همین است که اینجوری نیست که بگوییم آن شخص ذهن ندارد، شعور ندارد، فهم ندارد، درک ندارد. اون ذهن دارد، شعور دارد، فهم دارد، اما اینها به بیراهه میرود. برای همین میگیم کج ذهن. بنابراین به ما نگید وقتی با یک شخص کج ذهنی روبرو میشوید و با خودتون میاندیشید یا با دیگران بیان میکنید که چی فکر میکرده با خودش که این کارو کرد. تبعاتش رو در نظر نمیگرفت. نمیفهمید که این کارش چه خطری در پی داره. نمیفهمید که از واژه‌هایی به کار میبرید که برای کج ذهن اشتباه است، مثل فهم، شعور، آگاهی. اینها درجه بالاتری از دانایی هستند. اینها کنترل میکنند ایگو رو و وقتی ایگو دلایل منطقی میآورد برای کارهای غیر منطقی، خطرناک، فاجعه ساز، اون رو کنترل میکنن، یعنی ایگو رو سرکوب میکنن. کج ذهن نیستن دیگر، میشن درست ذهن یا هر نام دیگری با آنها میذارن. آگاه، دانا، با فهم، با شعور، با کمالات. واژه‌های عامیانه بسیاری برای اینا هست. بنابراین میایید نزد ما میگوید این شخص بسیار فریبکار است، بسیار موذی است، در مواردی به نظر می‌رسد بسیار باهوش باشد. خب این شخص یک کاری کرده، به فاجعه انجامیده است. شما دارید از واژه‌هایی استفاده می‌کنید، فریبکاری و باهوشی ایگوی اون شخص رو به حساب آگاهیش میگذارید. آگاهی فرق میکنه. آگاهی اید و ایگو رو سرکوب میکنه. گفتیم که یک بار دیگه بگیم اید رو چجوری میشناختیم؟ اید هوس میکند. هر چیزی که بعد از واژه هوس کردن بیاید کار ایگو است. میگه هوس کردم بستنی بخورم، هوس کردم به شمال بروم، هوس کردم در یک روز یخی بارانی که جاده ها یخ زده است به مسافرت بروم. این میشه کار اید. هوس کردم ناخنمو رنگ کنم، هوس کردم ماتیک بزنم، هوس کردم فلان کار رو بکنم، هوس کردم فلانی رو بزنم، هوس کردم فلان کار رو انجام بدهم. هر چیزی که بعد از واژه هوس کردم می آید کار اید است. بی برو برگرد. انسان‌های بسیاری هستند که وقتی ما اینو براشون توضیح میدیم جبهه میگیرن. پس هر کاری که من میکنم، هوس‌هایی که میکنم اشتباهن همه؟ نه. هوس میکنید، ایگو شما میخواد اون هوس رو به انجام برسونه. آگاهی شما هست که این دو رو کنترل میکنه که وقتی یک هوسی دارن ببینید نتایجش چیست، به چه چیزی میانجامد، هوس درستی است، غلطی است، چیست، اجرا بشود، ارضا برسد یا نرسد. خب بنابراین اید همه هوس ها غلط نیستن. یعنی این چیزی که مثلا مذهبی به ما میگوین اید و ایگو همان هوای نفس است
وارد چرندیات مذهبی نمیشویم چون دقیق نیستند، برای این میگوییم چرندیات. هوس همیشه غلط نیست. هوس میکنید یک کتاب بخوانید، هوس میکنید یک قهوه بخورید، هوس میکنید یک کار مفید انجام بدهید، هوس میکنید مدرسه بسازید، همیشه بد نیست. هوای نفس همیشه بد نیست. ما برای همینه که نمیگیم هوای نفس، میگیم ایگو. ما هوای نفس به کار نمیبریم، از این واژه‌های مذهبی به کار نمیبریم، به جاش میگیم اید و ایگو، برای اینکه هوس خوب هم داریم. پس بنابراین هر چیزی که بعد از هوس می آید کار اید است، بدون ارزشیابی اخلاقی. اگرچه اخلاق هم اسم علم مدرنی است، ولی اید هرچه بعد از هوس کردن می آید کار اید است. خب عجله دارم، اینم باز دوباره از اون راه هست که اید و ایگو رو بشناسیم. وقتی شما عجله دارید در یک کاری، باز اید است. و ایگوست که به سرعت میخواد اید رو به ارضا برساند که جایزه دوپامین یا اون جایزه لذت رو و اون خوشحالی و سرخوشی رو به دست بیاورد. بنابراین هوس میکنند. هر چیزی که بعد از هوس کردن آمد کار اید است. عجله کردن، گفتیم در زمان بسیار کم سرعت، هر چیزی که شما عجله داشته باشید باید بدانید اون لحظه اید و ایگو شما در کار هستند. ایگو عجله دارد که اید را به خواستش برساند. نشان دهنده وارد شدن ایگوست عجله دارم. پس این دو نشانه بسیار مهم است برای شناخت این دو. و نشانه سوم این است که وقتی اید و ایگو مثل گربه نره و روباه مکار به خواستهشون اید نمیرسد و ایگو هم تلاشهایش نقش برآب میشود برای ارضاء خواسته های غیر منطقی، غیر اخلاقی و خطرناک اید، اونجا خشونت به وجود می آید که به ما میگن خشونت و خشم و نفرت. اینها از کجا میان؟ زمانی است که اون گربه نره و روباه مکار، اون اید و ایگو به بنبست رسیدن، کار رو خراب کردن و به اون لذت نرسیدن. اونجا در پیش خشم و نفرت است، خشونت هست، آسیب زدن است، واندالیسم است. بنابراین این سه نشونه رو بشناسید. خشم پس بنابراین در نتیجه این است که اید و ایگو شکست میخورند و به خواستش نمیرسد. ایگو هم تلاشهایش نقش برآب میشود. هر چیزی که بعد از هوس کردن بیاید کار اید است. عجله کردن در یک کاری هم کار ایگوست که اید رو به خواستش برساند. خب اینا رو در نظر داشته باشید. دروغگویی هم در نزد اینها بسیار است. همون آدم هایی که گفتیم عقل و آگاهی ندارند، عقل و شعور و معرفت و کمالات، اینا واژه های نادقیق و غیر علمی هستند. اونها آگاهی، خودکنترلی و خودآگاهی ضعیف است در آنها. برای همین وقتی میخواهد اید خودش رو پنهان کنه دروغگو میشود. دروغ از کجا میآید؟ وقتی ایگو میخواد یک چیز غیر منطقی، یک خواسته غیر اصولی، یک خواسته که به فاجعه ختم میشود، یک خواسته غلط و اینکه با واقعیت جامعه نمیسازد رو میخواهد درست جلوه بدهد، خب بعداً وقتی ازش سوال میشه که خرابکاری کرده یا حتی به قصد رسانده، ایدو رو به ارضا رسانده است، اید خود را، اونجا دروغگویی میکند. ایگو نمیخواهد، نمیپذیرد که بگوید من، پس دروغ هم اینجا به وجود میآید. دروغ برای چیست؟ برای اینکه شما ایدتون رو مخفی کنید، آگاهی را پس بزنید، خودآگاهی را پس بزنید، خود کنترلی رو پس بزنید و اونجاست که با تکرار این اتفاق شخص روان نژند به وجود می آید، یا ما بهش میگیم کج ذهن. بله، کج ذهن زمانی که میخواد به اید برسد یک کارکرد بسیار پیچیده از خودش بروز میدهد، مثل فریبکاری، مزور، بسیار انسان با کیاستی به نظر میرسد، بسیار انسانی که آگاه هست، هوش است. برای همینه که ما میگیم هوش رو با آگاهی اشتباه نگیرید، هوش رو با خود کنترلی اشتباه نگیرید. کسی ممکن است IQ بسیار بالایی داشت، بسیار باهوش باشد، اما
شخص دروغگو، فریبکار، روان نژند و کج ذهنی باشد، چون هوش آگاهی نیست. بنابراین وقتی میخوایم بگیم یک شخصی آگاه است، یعنی خودآگاهی دارد، یعنی خود کنترلی دارد، خود کنترل است، یک دانشمند دیوانه، اون هم نتیجه اید و ایگو، همکاری اون گربه نره و روباه مکار است. دلیل نمی شود که وقتی خیلی باهوش است و ایگو او به راههای بسیار پیچیده ای را در پیش پای او میگذارد و او به نتایج بسیاری میرسد، یک دانشمند دیوانه بهش میگن. اونجا اون باهوش است، فریبکار است، بسیار مزور است و بسیار هوش بالایی از خود نشان میدهد، اما این دلیل نیست که خود کنترلی و خودآگاهی داشته باشد، شخص آگاهی باشد. بنابراین یک دانشمند دیوانه هم روان نژند است و آگاه نیست و لفظ آگاهی و خودآگاهی را به ویژه و خود کنترلی را نباید برای اون به کار ببریم. خب این ویدئو رو کوتاه نگه می‌داریم، اینجا اون رو تمام خواهیم کرد. بنابراین گفتیم که یک بار دیگه بیان کردیم ویژگی های هوس کردن. آنچه در پی هوس کردن می آید کار ایده است، خواسته هاست، خواسته های منطقی، غیر منطقی، فاجعه بار و غیره. هر خواسته ای رو میتونه اید داشته باشه، ارزش گذاری اخلاقی ندارد، خواسته رو بیان میکند. خب وقتی خواستش رو بیان میکنه، ایگو عجله داره تا اون رو در کمترین زمان ممکن به بیشترین دوپامین برساند. زمان کم به خاطر اینه که اون ایگو بتواند اید رو به خواستش برسد در کمترین زمان ممکن، بیشترین لذت را ببرد، هیجان بسیار بالایی داشته باشد. قبلا دلایل زیست‌شناسیش رو گفتیم و کارکردهایی که در زنده نگه داشتن و شاداب نگه داشتن بدن دارد رو میگیم. همه هوس‌های اید بد نیست، در بسیاری موارد هوس‌هایی که اید میکند به سلامت، شادابی بدن و بقا می انجامد، اونجا اون هوس‌های خوب است. ایگو هم این کار رو میکند، اما زمانی که شخص کج ذهن از خودآگاهی و آگاهی ندارد، این اید و ایگو فاجعه هم پدیدار می آورند، فاجعه به وجود بیارند. اصولاً آگاهی و خودآگاهی یکی از دلایل به وجود آمدنش برای این است که از فاجعه برای خود و جامعه جلوگیری بکند. بنابراین وقتی ایگو گفتیم با هوس کردم و عجله دارم به اون خواستشون نمیرسند، خشونت و نفرت و خشم بسیار به وجود می آید، عصبانیت به وجود می آید. این در جامعه منتشر می شود. حالا در جلسه بعدی خواهیم گفت که چرا باید از روان نژندان دور بود و اینها چه خطر بزرگی برای جامعه دارند و شما اصولاً باید خودتان را از روان نژندان و کج ذهنها فاصله بگیرید و خودتون از اونها جدا کنید. اینجا گفتار رو به پایان میرسونیم. سعی کردیم کوتاه باشد، راحت باشد برای شما دیدنش. سپاس بسیار از لطف و مهر شما و درود و بدرود. خدا نگهدار.